به 100 سالگی ولایتی مختاری کوهستانی بدخشان. کوهستان بدخشان با شاهیگری‌هایش از قدیم وجود داشت و واژه ولایت از زمان تیموریان هند نسبت به این سرزمین استفاده می‌شد. دوم ژانویه سال 1925 از طرف حکومت شوروی به طور رسمی ولایت مختاری کوهستان بدخشان نامیده شده و اینچنین نوم دکبر سال 1991 مجلس نمایندگان ولایتی کوهستان بدخشان ولایت مختار را به جمهوری مختار عوض نمود و رهبریت تاجیکستان هم این قرار را تصدیق کردند. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی، نمایندگان مجلس ولایت، ضیاعی‌های بدخشان و مردم به توانایی خود باوری داشتند که با تکیه به ذخیره‌های عقلانی و طبیعی خود می توانند سرزمین خود و در عموم تاجیکستان را به یک جمهوری آباد تبدیل دهند. بله، تا آمدن نهادهای اعلی حضرت آقاخان به تاجیکستان، این مردم چنین روحیه، امید و هدفها داشتند که آن را از مطبوعات دوری بدخشان میتوان به آسانی درک کرد. ولی افسوس که ظرفیت سیاسی مضافاتی با یاری روس و ازبک به قدرت آورده شده، جنگ شهروندی را دوام داد و این شرایط ها روحیه و امیدها را از بین برد و به تاجیکستان خیانت نابخشیدنی کرد. بعد صلح تاجیکان، این حکومت سایگی به خود صلح و به طرف دیگری صلح خیانت کرد و با آنکه از مدیریت و سیاست دور بودند، فساد، دزدی و دروغ را نهادینه کردند و مردم را رو به رحم خدا گذاشتند. Во время облав националисты издеваются над мигрантами, а за кадром и вовсе жестоко избивают. На колени сели, на колени, понятного, Как рассказывают трудовые мигранты, последние проверки превращались в бессмысленные избиения приезжих силовиками и активистами русской общины. Некоторые граждане Таджикистана передали редакции радио Озоди видео и фото последствий таких рейдов. Не знаем, что делать. Вот, у него с документами все в порядке. Одного с российским гражданством избили до такой степени, что он сейчас лежит в скорой. Приходят, громят все, стреляют и просто так избивают, пугают людей. Просто приходят, чтобы избивать людей. و با همین تاجیکستان را به یک دولت گدا و ناموفق دنیا تبدیل دادند. بیشک جاهلی، خودخواهی، بخیلی، حسادت و غلام نفس بودن رهبران این حکومت نکته کلیدی در این خیانت‌ها در تاجیکستان هستند. امروز وقتی که حکمرانی قانون، سیاست و گفتگو نیست و دولت خصوصی شده است، مردم در بسیار قسمت‌های تاجیکستان چی بودن مختاریت را یا اتونومی را درک نمی کنند. ولی در بدخشان مردم هنوز هم ظرفیت، اختیار و ناموس خود را که برای ساختمان جامعه‌ای واقعاً دموکراتی ارزش‌های بنیادی اند نگاه داشته‌اند. آنهایی که مقابل مختاریت بدخشان حرف میزنند درک نکردند که امروز تاجیکستان خود مختاریت ندارد، زیرا این مختاریت را و سیاست را
در وجود مردم و در جامعه بر وقت نیست کرده اند. گروه مختاریت تاجیکستان را به استبداد به خصوص استبداد بی‌فرهنگی تبدیل داده اند و می‌خواهند در بدخشان هم این چیز را به تمام برقرار کرده باشند. این سالها که مردم در بدخشان تظاهرات می‌کنند، به گفتگو دعوت می‌کنند، از حکمرانی قانون، از حقوق‌های انصاف حرف می‌زنند، اصلی مختاریت و سیاست بود و هست. مختاریت این تنها حرف نیست که در قانون اساسی نوشته شده باشد، بلکه این ارزش است که صد سالها باز در فرهنگ و هستی این مردم شکل گرفته است. Mir! Nafamire! Mir! Nafamire! Mir! Nafamire! بدخشان! مردم بدخشان از ارزش‌ها، نظریه‌ها و آرمان‌های حرف می‌زنند که امروز همه تاجیکستان به آن نیاز دارد. این عوض کردن خشونت به گفتگو و عوض کردن استبداد به دموکراسی می باشد. Uzum živš to je vatan, be gulzaret be čaman, I khale ženič parvin to cakih me saran kafan. Uzum živš to je vatan, uzum živš to je vatan, be gulzaret be čaman, I khale ženič parvin to cakih me saran kafan. Uzum živš to je vatan, tu kute por az ghobar bachoye hazar shehar. نوشم تخون قطیری بزرگوار یا سخن روزم جیش تو وطن تو کوته پر از غبار به جای هزار شعار نوشم تخون قطیری بزرگوار یا سخن روزم جیش تو وطن